خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز. امامعلی رحمان پیشنهاد کرد که 10 ساله دوم آب اعلان شود. همه کوههای دوشنبه خشک شدند. امامعلی رحمان برگزاری باز یک 10 ساله دیگری آب را پیشنهاد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان 9 ایون در همایش نتیجه گیری از 10 ساله آب برای حیات در کاخ سامان دوشنبه گفت 10 ساله دومی که آب برای رشد پایداری خوانده می شود می تواند 10 ساله اولی آب برای حیات را تکمیل کند. این پیشنهاد ماه اپریل سال جاری در یک همایش در کره جنوبی نیز از زبان امامعلی رحمان صدا داده بود. نواز شریف و تیمور سریف نخست وزیران پاکستان و قرقیزستان از این پیشنهاد جانبداری کردند، ولی نواز شریف تاکید کرد این پیشنهاد ابجکتیوانه عملی شود. با این سوال من فکر میکنم که به هر صورت در تاجیکستان مسائل مربوط به آب گیریم شاید در بعضی حالات شاید یک کدام مشکلاتی حل شده باشد، اما در مجموع مثلا طریقی که در مسئله آب وجود دارد من فکر میکنم که حل نشد. مثلا ساختمان نیروهای برقی آبی، ساختمان مثلا راغون را به انجام رساند و برخی دیگر نیروگاه زیاد را شروع کند نشد و در تاجیکستان هم که امروز که فکر میکنم گفتم که تامین مردم تاجیکستان حالا مشکلاتی زیاد دارد و این تمام گپی که هر سال تکرار می شود که سرچشمه آبهای آسیای مرکزی در تاجیکستان هستند. تاجیکستان از این آبهای از این دریاهای موجود است پاییزش را می تواند استفاده کند که این هم استفاده کردن نمی تواند و من فکر میکنم که به صورت تاجیکستان که خدر آب دارد حتی برای آب را ارزان کردن نمی تواند و ما هر سال چند سال می بینیم که نرخ آب آشامیدنی برای مردم بالا می رود. این مشکلات به هر صورت برنامه‌های مخصوص رو می‌خواهد. من فکر می‌کنم که برای تاجیکستان شاید جلب کردن دونرها این باشد و فکر می‌کنم که اصلا که مثل معرکه‌های که مثل سال آب و 10 ساله آب به این خاطر پیشنهاد کرد مسائلی که نه تنها در جهان بلکه در تاجیکستان وجود دارد تا اندازه در همین معرکات یا دونرها پیدا شدن یا کشورهایی که حاضر هستند برای حل مشکلات آب نه تنها در جهان یا که در منطقه بلکه در تاجیکستان هم به هر صورت گفتن که تاجیکستان چند مشکل دارد. مشکل تامین با آشامیدنی آبهایی که از تاجیکستان میروند تاجیکستان از آنها را حتی همچون مال سودا کردن نمیتواند. یعنی که مشکل من فکر میکنم به هر صورت باید این باشد که ما هم با کشورهایی که کشورهای پایان آب را فروشیم، یعنی که اگر نفت و گاز مال باشد، نفت و گاز مثلا در بازار جهانی فروخته شود، من فکر میکنم که آب هم باید همین گونه باشد. مثلا رئیس جمهور تاجیکستان از کمبودی نیروی برق در کشور و همچنین با شدت آب شدن پیریخ‌ها اظهار نگرانی کرد. وی گفت اگرچه 60% آب منطقه از تاجیکستان سرچشمه میگیرد، اما شهروندان کشور هر سال تا 6 ماه کمبودی نیروی برق دارند. امامعلی رحمان همچنین از آب شدن پیریخ‌ها نگرانی کرده گفت که در پی گرم شدن هوا کم و بیش 1000 پیریخ در کوهسار کشور نابود شده است. در پیوند با این موضوع بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز گفت بسیاری از دانشمندان جهان بر این عقیده‌اند که بحران آب میتواند یکی از بزرگترین خطرها در منطقه آسیای مرکزی باشد. افزایش اهالی فشار بر منابع آب را بیشتر میکند و اقلیم هم زودتر تغییر می‌یابد. Речь идет о том, что مملکت هایی که در سرگه آب جایگیر هستند آنها می توانند به مملکت هایی که در پایان آب جایگیرند یک مناسبت خوب مشترک داشته باشند، لیکن چخیلی که همه ما شاهد هستیم تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان این مملکت ها نمی خواهند به یکدیگر کمک خود را رسانند، برای آنکه در اینجا سبب های گوناگون یعنی بحث وجود دارد. به اندیشه من مناسبت قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان حل نشونده است، برای آنکه یگانی از این مملکت‌های آسیای مرکزی نمی‌توانند با سبب‌های گوناگون به سر حل مسئله بیایند. برای حل این مسئله تنها مناسبت‌های بین المللی لازم هست که تا به این مملکت‌ها راه حل را به خوبی نشان دهند. در پیوند با این موضوع بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز گفت
بسیاری از دانشمندان جهان بر آن عقیده‌اند که بحران آب می‌تواند یکی از بزرگترین خطرها در منطقه آسیای مرکزی باشد. افزایش اهالی فشار بر منابع آب را بیشتر می‌کند و اقلیم هم زودتر تغییر می‌یابد. دبیر کل سازمان ملل متحد حسن تفاهم در مسئله استفاده از ذخیره آب منطقه را برای کشورهای آسیای مرکزی مهم دانست. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هم گفت آب همچون سرچشمه طبیعت نباید نقطه آخرین در مناسبت‌های سیاسی باشد. تیمور سریف نخست وزیر قرقیزستان در سخنرانی خود بیشتر به به‌حقوقی کشورهای بالائاب منطقه مثل تاجیکستان و قرقیزستان اشاره کرده و گفت آنها برای ذخیره آبیشان از کشورهای پایان امتیاز نمیگیرند. هنگامی که در کاخ سامان آب برای زندگی میگویند، در پایتخت تاجیکستان جایی نیست که مردم در گرمای 37 درجه آبازی و شناوری کنند. هیچ یک از شناگاه‌های پایتخت به ویژه کل‌های ورزاب و جوانان تا کنون روبوچین و آماده هم نشده اند. از آن کل‌های زیبا و آب مصفا و خانواده‌های سرگرم شنا و گردش اکنون در اینجا نشانه نمانده است. این کل اکنون خطرناک هم شد، زیرا در بستر خشکیده‌اش سر هر قدم شیشه پاره‌ها، پلاستیک، هر گونه بسته‌ها و حتی ته‌پوشی‌های مردم را نیز می‌توان دچار شد. ساکنان محل یکی از دلایل پر نکردن کل‌ها را فرارسیدن ماه رمضان می‌دانند. ولی برخی میگویند مالک شناگاه نرخ اجاره را تا حدی گران کرد که دیگر کسی در دکان نزدیک کل سودا کردنی نیست. از این رو کل را از آب پر نکردند. این حالتی که در ماه ایون کل جوانان به آب باشد از سال 1939 به مشاهده نرسیده است، میگوید معرّ غفور شرمتوف. حتی زمان جنگ بزرگ وطنی کل را به موسم آبازی آماده میکردند. البته سبب بی‌آبی کل‌های اساسی ما را میتوان به اجرای کارهای گوناگون نسبت داد. ولی پس در زمستان به چه کاری مشغول بودند؟ چنین بودند برخی از مهمترین خبرهای امروز. همچنان با ما باشید. خدایا رو نگهبانتان.